مرد بر روی همسرش یک شپاتی زد. همسرش گریان و نالان به او گفت: من می روم و از تو شکایت می کنم. مرد گفت: کی تو را اجازت می دهد که از اینجا بیرون برایی؟ همسرش گفت: آیا گمان می کنی که وقت در و تریزه ها را قلف کردی مانع شکایت کردن من می شوی؟ مرد با تعجب گفت: چیکار می کنی؟ همسرش گفت: در رابطه می برایم و حتما شکایت می کنم. مرد گفت: همه تلفن ها در دست من است، چی کار می خواهی کردن بگیر. زن به حمام رفت. وقتی به حمام داخل شد، مرد به گمان این که مبادا از تریزه حمام نبراید فوراً به بیرون برآمد و از پس تریزه حمام نظاره کرد تا همسرش از تریزه حمام به بیرون نبراید. خیلی منتظر شد ولی هیچ دیگرگونی ندید. دوباره به خانه درآمد و در نزد در حمام برآمدن همسرش را منتظر شد. زن از حمام برآمد در حالی که دست و رویش تر بود و معلوم بود که طهارت کرده است. زن گفت: من حتما از تو شکایت می کنم. تو را به کسی شکایت می کنم که به نام او قسم می خورم که هیچ چیزی مانع شکایت کردن من نمی شود. دروازه دعا همیشه باز است و من حتما از تو شکایت می کنم. مرد این را شنیده آهسته در جایش نشست و به فکر زد. زن بر روی جای نماز برآمد و به نماز شروع کرد. مرد این همه را نظاره می کرد که زن چی کار می کند. بعد از رکوع و سجود طولانی دستهایش را برداشت تا دعا کند. مرد که گمان می کرد او بر علیه وی دعای بد می کند دستانش را داشت. زن با سر خم و آوازی نرم گفت: آیا گمان می کنی که بعد از آن رفتاری بدی که با من کردی من دعا کردن نمی توانم؟ مرد گفت: قسم به خدا که نمی خواستم تو را بزنم. غضبی شدم و خود را اداره کردن نتوانستم. زن گفت: برای همین نمی توانم از دعا دست بکشم. حتما دعا می کنم، ولی دعای من بر علیه شیطان است نه بر علیه تو. من آنقدر نافهم نیستم که بر علیه شوهر خود دعای بد نمایم. زن این را گفت و اشکها از چشمانش جاری شد. مرد گفت: من وعده می دهم که هرگز تو را با گفتار و کردارم نمی رنجانم. بله برادران و خواهران عزیز، رفتار زیبای این زن واقعا نمونه عبرت است. خواهران عزیز، سر خوشبختی و زندگی موفق زن و شوهری در این است که بدیهای همسرت را با بدی جواب ندهی. یادمان باشد که کیش ما چه بود، آتش و آتش پرستی در سجود. هدیه آورد سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود و مرد. دین حق را هدیه آورد سوی ما